ابراهیم ابن ابوبکر عیاش میگه وقتی دم آخیر رسید از دنیا گذشتند بچه‌اش فریاد کرد. گفت بچه‌م گفت یک چیز میگم در همین منزل گفت من چند سال شد زندگی دارم زیاده 50 سال شد من در همین خانه زندگی دارم برای تو وصیت دارم در همین گرد و گوشه مبادای گو یگان معصیت کنی من در همین منزل گفت 12,000 بار قرآن ختم کردگی تصور کنید 12,000 بار من قرآن ختم کردگی شما کمی در مسئله کتاب و مثال معنا اهمیت که نداره برای ما و شما ما چکر اندیشه نمیکنیم میگه پشاندش همین سخن میگه در ذهنش خیلی باقی مونده بعد میگه دو جمله گفت یک جملهش به فایده مسلمان ها یک فایدهش به ضرر مسلمان ها گفت تا وقتی همین قرآن اگر در بین مردم رواج داشته باشه مردم به همین اعتقاد کنن مردم همین را بخونن به همین عمل کنن مردم مسلمان هیچ گاه تسلیم کردن نمیشه لیکن اگر زمین قرآن فاصله بگیرن به قرآن اهمیت نتن قرآن در مقصد همون اعتقادهاشون و همینها اگر تا چند ضعیف شدن گرفت اینها را گفت بلایدگی همه شما میتونیم شکسته و اینها را مقصد تسلیم کنیم بله برادران عزیز تنهایی خانه قبر ما هم مونیسش قرائت قرآن است خوش به حال نفرهایی که برادران عزیز خانه‌ای هست که با کلیه همشون قرآن میخونند نفری از خانه‌ای هست که بالکل در اونجا حتی قرآن یافته میشه از این لحاظ هر کسی که میخواند پیامبر نازنین گفت خیرکم من تعلم القرآن حالا ببین همین خانه برادر ما ده اگر 50 نفر شتگی باشیم حضرت یکم برادران عزیز صدای را که قبر داشته است میگفت است من خانه تنهایی ام اگر شما خواهید که با خود رفیق داشته باشین دستگیر داشته باشین دنیا در قرآن بسیار بخونید الله رحمت کنه امام نووی را در شرح صحیح مسلم ای نام ابوبکر از نام ابراهیم ابن ابوبکر عیاش میگه وقتی دم آخیر رسید از دنیا گذشتند بچه‌اش فریاد کرد گفت بچه‌م گفت یک چیز میگم در همین منزل گفت من چند سال شد زندگی دارم زیاده 50 سال شد من در همین خانه زندگی دارم برای تو وصیت دارم در همین گرد و گوشه مبادای گو یگان معصیت کنی من در همین منزل گفت 12,000 بار قرآن ختم کردگی تصور کنید 12,000 بار من قرآن ختم کردگی این قصه را برادر از من برای اون نمیگم که خلاص همین یک گوشای ما همین را گوش کنه و تمام با همین از همینجا که برآمدیم فراموش کنیم ما اگر چنده که به اندازه ابراهیم ابن ابوبکر عیاش هم که نشیدیم 12,000 نشید حد اقل یک کم و بیشم از ما و شما تلاوت شود این حال در پیش با ماه مبارک رمضان هم است بعد از آن میگه گفت انا بیت الظلمه دویم چیزی را که قبر میگفت از من خانه تاریکی ام فحمل الی سراجا شما میتونید که این خانه تاریک روشن کنین قبر میگفت است چراغ خانه قبر چی است گفتن الصلاة فی اللیل کسی که نمازی در شب داره کسی برادران عزیز نماز خفتن هم میخوانه و بعد از آن مقصد بالیش در سرش میمانه و بعد از آن ساعتی 2 است 3 است 4 است از جاش بلند میشوه و از نماز شب میخوانه قبر گفته است که این روشنی خانه من نمازی در شب است این روشنی است برادران عزیز پیامبر نازنین من میگه که یا ایها الناس افشوا السلام اطعموا الطعام و صلوا باللیل و الناس نیام تدخلوا الجنه بالسلام ای مردم یکدیگر تا دیدین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بگین یکدیگر تا نپسونین یکدیگر تا این خیل ببرش نگذر نره سلام بتین گفتم پیامبرمان سلام بتین
بعد از آن گفتن امکانیت دارید طعام بده. بعد از آن گفتن نمازهای شب بخوان، با این سه اعمال داخل شو جنت جاویدانی را. نمازهای شب هم برادران عزیز امکانیت ها من باشد، دعا کنیم الله را توفیق ممتاز و این نماز تهجد هم که خوانیم روشنی خانه قبر ما نمازهای برادران عزیز شب بوده است، نماز تهجد بوده است. بعد از آن میگفته است انا بیت التراب فحمل الی فراشا، من خانه خاکم، اگر شما خواهید که زیر پاتون در یگان کورپچه و یگان چیزی ملایم بیارین، گفته است و چی است هو العمل الصالح، با عمل صالح وارد شد خانه خاک برادر عزیز به خانه راحت مبدل می شود. شما اگر خواهید که خانه های قبرتان راحت داشته باشد، مقصد مشکلات ها و اذیت هاش دور باشد، شما می توانید با عمل های صالح خودتان وارد خانه قبر شوید. بعد از آن چهارم میگفته است انا بیت الافاعی والعقارب فحمل التریاق، گفته است من خانه مارها هستم، من خانه جای عذاب هستم. شما میتونید که از این عذاب جان خودتان خلاص کنین. و هو صدقه و احراق الدموع، شما میتونید که احسان بسیار کنین و برای روزهای آخرتتان پیش نظر بیارین و گریه کنین. آبهای چشمتان قبر میگفته است که شما را از عذاب داخل قبر نجات میده. خیرها و احسانهاتون گفته است شما را از خانه قبر عذابش گفته است شما را خلاص میکنه. پنجم چیزی را که جناب ابن جوزی آوردن میگه در اخیر انا قبر میگفته است که من خانه انا بیت السؤال منکر و نکیر، من یک خانه هستم که اینجا منکر و نکیر میدراید و شما را سؤال میکنه. فاکثر علی ظهری لا اله الا الله محمد رسول الله، در پشت من همین کلمه را زیاد گوین، شما از سؤال منکر و نکیر خلاص میشید. الله مهربان توفیق منتیت برادران عزیز و گرامی که آن تعلیماتی را که ابن جوزی برای ما و شما فهمانده دادن، توفیق منتیت که از عهده این برای برادرای عزیز ما هرگاهی که تابوت دیدیم، هرگاهی خانه مرده‌دار آمدیم، مقصد ما فقط و فقط برای شکم ما نیست، برای فقط یک بردباری ما نیست، برای یک اشتراک کردن نیست، برای عبرت گرفتن هم هست که اینها چیزهایی هستند که باید ما عبرت بگیریم. یک نفر نامش زهیر میگفتن، ابن نعیم بانی، میگه یک نفر آمد بسیار عالم کلام بود، گفت حضرت یک نصیحتم نمیکنی؟ گفت من صدقه طور انسان میشم که برای پیش من درخواستی نصیحت کنی. گفت نصیحتی من به تو بچم همین، حرکت کن که زمانی که مرگ به سراغت میاد در حالت غفلت نباشی. این گونه نصیحت من بر تو، حرکت کن که مقصد برای مرگت آمادگی داشته باشی، یک تیاری برای خانه آخرتت مقصد داشته باشی. برای همین مصلحت عزیزای خدا برای ما همینه که همه ما این آمادگی را برادران داشته باشید. چی میدانی؟ چی میدانی که نمی تا عصر برادر شما هستین یا نیست؟ چی میدانی؟ هیچ کدامت نمیدانی. الله مهربان عاقبتمون به خیر کنه، ایمانمون با سلامت نگه داره، توفیق و میل و محبت و اخلاصمون با دین خدا زیاد کنه. این دادر ما شمسلار الله مهربان رحمت و مغفرت کنه. باقی مانده برادراش الله مهربان سفرهاشون مبارک و کاراشون را برار و برکت و اهل جمعیت خدای مهربان قدوم همه شما در حسنات نویس. آمین یا رب.